خب سلام علیکم بچه، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه خوش اومدید به سری یعنی به سری سوم سروایولمون. و بچه منده در راه که بودم این روستا رو پیدا کردم، علی بوتی کردنش این وسایل رو به دست آوردم. بله، و گندم ها رو کندم از باغچه، یعنی از اون چیزی که میفروخت که نه، از اون باغه. خب بعد این دوتا رو به دست آوردم. بعد 20 تا نون بود. بعد یه دونه تخت برداشتم از این خونه. بذار بهت نشون بدم نگین حالا چیت سر. به والا من از اینجا من برداشتم اینا از اینجا. میبینین من خالی کردم چستاشو. خب خب بچه ما الان یه دونه ویلیج پیدا کردیم. ویلیج. خب بچه ما از اینجا یک دونه ویلیج پیدا کردیم. باید به چه کاری بپردازیم؟ به کار ساخت خونه. بله، من خونه درست کنم. یه خونه نقلی کوچولو. بچه های سیب زمینی هم برداشتم. کل از تو اون درداشتم. از اونجا کل این تو بود. یه دونه یه عالم تو اونجا بود، یه عالم تو اونجا بود، یه عالم تو اون یکی بود. کلی از سیب زمینی بود. و بچه بساط کتلت امشب براهه. یه چند شب قراره کتلت بخوریم. نه بس این نونون هم دارم. بچه از این چیزا هم داره، از اینا که چی بهش میگن، بلاک گندم هم داره. حالا اسم انگلیسی چه دادم رفته، ولی فارسیش میشه بلاک گندم. خب اگه تو با من قری من یه آینیم. خب راستی بچه بنفش، تخت بنفش من دوست دارم. خب ببین از اینا دارم. بغلش درخته. بچه ها ویدیوهای من قرار از این به بعد 15 دقیقه الا 10 دقیقه هستش. یعنی یه ویدیو 10 دقیقه میذارم، یه ویدیو 15 دقیقه. بچه سری سروایول ومپایرمون هم اگه ندیدید حتما برین ببینید، چون خیلی خفنه. پارت 10 کلی دایمند و اینا پیدا کردیم. حالا من دیگه نمیگم، خودتون برید ببینید. چه صحبت؟ وای تو رو خدا. بسم الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرتی که خب وای هاچی کوشش هرمن گلمه، بیا اینجا. تبر شمشیر نباشه، تبر شمشیر بچه تبر شمشیر. ابرالفضل
چند تا؟ او مای گاد 4 تا. خب الان میتونم یه کلنگ آیرونی درست کنم. یه کلنگ آیرونی الان میتونم درست کنم. بعد یه شیلد خوبم میتونم درست کنم. آره اگه تو به من داداش شیوه پشتم در ایون فس. بچه اینها رو باید با هوکند یا همون داس خیلی سریع‌تر کنده میشه. این هم من بهتون گفتم نگید راهنمایی نمیکنه. همون دست راهنمایی برادر تکنه لوجه. بچه یه چوب بزنید 4 تا چوب بتونید تکنه لوجه. خود داداش کنسل. آها بچه من یا ابوالفضل وای 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 خفتم کردن. آقا شما دیدید دیگه خفتم کردن. ابوالفضل من 10 نفرتون حریفم 11 نفر بودن نزدم. همون لحظه بچه ها تو کامنت ها متین اونه که کلنگ نه دیگه همون لحظه کشه متین. نه بابا تو ندیدی 10 نفر بودن. بترک مرد که خورند. ببین یه گربه فرستم سر وقت تا بترک. بس اون هست که دعوا خانوادگی.
ست کرده بودم رو اون بده. ست نکرده بودم. داداش من اصلا کجای فضا و مکان. آها نقطه. خدایا من رو اون چیز کلیک نکردم. هی بابا اداره راهش راحت بود، همون وری بود. اینو مستقیم بری میرسیم، مستقیم سر 4 فردوس. داشت مستقیم برو سر 4 فردوس. یه مرد از همیشه خف میشه، اونو خف کن. ای بابا اگه تو منو پشتیم همون بعد دقیقا همون بر بود فکر کنم. ویلیج او مای گاد ویلیج. دین 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 دین. خب دیگه بچه ها اینم از این ویدیو بود. فکر کنم یه چند دقیقه شد. خب دیگه بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه این ویدیو کلی قسمت های دیگه ای داره. بعد من برم ببینم میتونم بلروسا رو پیدا کنم از این کدوم و اول فصل اون طرف بود. حالا من تا قسمت بعدی سعی میکنم که اونو پیدا کنم. پس تا قسمت ایاجتون نباش. تا پارت بعدی یعنی پارت دوم سروایولمون. خب با خودتان نگهدار. بای بای. منتظر پارت دوم این سری بمونید باشید.